زن زناکار و مرد زناکار هر یک از ایشان را 100 دره بزنید و شما را در مورد ایشان در دین خدا رأفت نگیرد، اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید، و باید یک دسته از مسلمانان مجازات ایشان را مشاهده کنند. مرد زناکار نکاح نمی کند مگر زن زناکار یا مشرک را، و زن زناکار نکاح نمی کند مگر مرد زناکار یا مشرک را، و این کار بر مؤمنان حرام شده است. کسانی که زنان پاک دامن را متهم به زنا می کنند و سپس برای اثبات اتهام خیش 4 شاهد نمی آورند، پس ایشان را 80 دره بزنید و هرگز شهادتشان را قبول نکنید، هم ایشانند فاسق، مگر آنانی که توبه کردند و خیشتن را بعد از این اصلاح کردند، پس بیگمان خداوند آمرزگار و